داداش. بله، من یه فندک تو جیبت پیدا کردم با یه نخ سیگارا رو گذاشتم بیرون که بابا نفهمه. دست در نکنه نگی به باباها. باشه نمیگم. بابا. بله پسرم. من تو جیب داداش یه فندک با یه نخ سیگار پیدا کردم. داداشت کجاست داداشت؟ ها؟ کجاست؟ همین سیم بزنم تیکه پارش. اونها تو اتاقشه، بریم بنشون. داداش. بله. بابا کارت داره. بله بابا. یه پاکت سیگار با فندک تو جیب تو چیکار میکنه؟ نه من فندک و سیگار نداشتم. داداشت هیچ وقت دروغ نمیگه. داداش تو به بابا گفتی؟ آرش گفتم شاید بگه پسرم بزرگ شده سیگار میکشه. منم گفتم تشویقت کنه منم تشویق کنی. بیا تا این هنسری رو روت امتحان کنم. بیا. بابا گوه خوردم. بابا